تقدیم می‌کند. خواب به خواب از کتاب شهرزاد قصه‌گو نوشته محمد بهارلو، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. انگشتش را روی گونه هام حس کردم. گمانم اولش روی پیشانی میان ابروها بود. داشتم خواب می دیدم. کشیدش پایین تا گوشه لبهایم. بعد که بوی خنک گل میخکم توی بینیم پیچید، پلکایم را باز کردم. نور چشمم را زد. سرم را روی بالش رو به پنجره چرخاندم و از لای پلکا دیدم که روی صندلی گهواره خیزرانی نشسته، همان جایی که شبهای قبل می نشست. پشت پنجره آسمان تاریک بود. داشتی تو خواب گریه می کردی. با پشت انگشت گونم را مالیدم. خیس نبود. خنده روی لبش بود. شاید داشت شوخی می کرد. سرم سنگین بود. از قرص‌هایی بود که خورده بودم. به چراغ سقف که حبابش شکسته بود اشاره کرد و گفت: چطور خوابت میبرد زیر این نور؟ خودم را کشیدم بالا و تکیم را دادم به پشتی تخت. دهنم خشک بود. دست بردم زیر بالش، ساعت مچیم را درآوردم. از 3 صبح گذشته بود. نگاهم میکرد و منتظر بود چیزی بگویم. راستش دیگر نمیفهمم کی خوابم کی بیدار. فرقی هم نمی کند که شب باشد یا روز. یه زمانی زیر نور ماه هم نمیتوانستی بخوابی. میگفتی چشمهایت را میزند. بعد گفت: سال اول را یادت میآید؟ پنبه توی گوشهایت میشپاندی تا صدای نفسهای مرا نشنوی. شب اول رفته بودی روی کاناپه اتاق نشیمن خوابیده بودی. وقتی ازت پرسیدم گفتی دم صبح پا شده آب بخوری و دیگر خوابت نبرده. همانجا روی کاناپه دراز کشیده ای تا مرا زابرا نکنی. من هم به رویت نیاوردم که تمام شب بیدار بودم. مدتها کارت همین بود تا اینکه نمیدانم به توصیه کدام رفیق پهلوانت لابد یکی از آن پیریهای عتیق پنبه آغشته به آب پیاز توی گوشهایت چپاندی. با صدای بلند قشقش خندید و مثل دختر بچه ها با پشت دست جلوی دهنش را گرفت. عادتش بود. وقتی میخندید لثه های صورتی رنگش از زیر لبهای قیتانیش بیرون میافتاد. دستبندی که روی مچش بود و اولین سالگرد ازدواجمان برایش خریده بودم توی نور برق انداخت. خواستم بگویم پس از آن همه سال چه خوب یادش مانده که گفت: نگفتی چرا گریه میکردی؟ پس شوخی نمیکرد. لابد یک چیزهایی شنیده بود. شاید هم بو برده بود. حالا که یادم میآید میبینم حق با او بود. گریه کرده بودم. حتی توی بیداری صدای گریه خودم را شنیده بودم. وقتی ساعد دست راستم را زیر گودی گردنش میگذاشتم و پنجه دست چپم را توی موهای مجعد پرکلاقیش فرو میبردم و در آن عرق ریزان نوچ نفسم دیگر بالا نمی آمد و حق حق میزدم، اشک یهو گونه هایم را خیس میکرد. همان سال اول هم بارها پرسیده بود که چرا آنطور حق حق میزنم و بعدها که دیگر رویش به رویم باز شده بود یک شب گفت: نکند با آن اشکی که بی اختیار میریزم دارم طلب بخشش میکنم. گفته بودم: طلب بخشش کسی میکند که گناهی کرده باشد. و به جان خودش آنطور که به کنایه و خنده گفته بود از وقتی سر و بالین یکی شده بودیم از من گناهی سر نزده بود و آن گریه های بریده بریده و نفسی که پس میرفت یک جور نشان دوست داشتن بود. همین خواب را دیده بودم اما نمیتوانستم بگویم. اگر میگفتم توی این سالها و حتی در آن سالهای آخر که خودش هنوز بود فقط جوانیش را به خواب میبینم، حتم خلقش تنگ میشد و شاید میرفت و دیگر پشت سرش را هم نگاه نمیکرد. این بود که گفتم: دست بردار. وقتی دیدم از زیر ابروهای کمانیش و طره موی سفیدی که روی گونه هایش افتاده است دارد خیره خیره نگاهم میکند گفتم: چیزی یادم نمیآید. من حاضرم. صاف نشست و با گردن کشیده توی چشمهایم زل زد. منظورش را نفهمیدم. گفت: بگو، هر چه باشد. باور کن طاقتش را دارم. نداشت. بی خود می گفت. می دانستم ولکن نیست. روی پاتختی زیر کتابها و میان جعبه ها و شیشه های دارو دنبال پاکت سیگارم گشتم. نبود. عینکم را برداشتم به چشمم زدم. رنگش پریده بود.
دستی به کلاف موها که بالای سرش جمع کرده بود کشید و گفت: پس از این همه سال یاد گرفتم چطور باید صبور باشم و تحمل کنم. با خودم عهد کرده بودم که چیزی درباره خوابهایم نگویم. نمیتوانستم او را برنجانم. اما انگار چیزی توی چشمهایم دیده بود یا در صدایم حس کرده بود که آنطور داشت پیله می‌کرد. چشم از من بر نمی داشت و مژک نمی‌زد. برای یک لحظه او را در همان پیراهن تور سفید ابریشم دوزی مروارید نشانی دیدم که در خواب می‌دیدم. همان پیراهنی که در تمام طول شب پیش از عروسی مرواریدها و پولک‌هایش را با نقش‌های رنگین کمانی به کمک مادر و خواهر کوچکش روی پیش سینه و سجاف آستین‌ها و دامنش دوخته بود. گفت: خب. گفتم که چیزی یادم نمی آید. گفت: پس نمیخواهی چیزی بگویی؟ گفتم: چیزی نیست که بگویم. گفت: بگو جان من. گفتم: میخواهی قسم بخورم؟ گفت: قسم راست که کفاره ندارد. گفتم: توی خواب گریه و خنده آدم دست خودش نیست. گفت: پس اعتراف میکنی که گریه میکردی؟ گفتم: اعتراف کدام است؟ دست بردار. گفت: شرطمون که یادت هست. اگر کسی قسم دروغ بخورد یا بخواهد کلک بزند، آن یکی میتواند بگذارد و برود و دیگر پشت سرش را هم نگاه نکند. یادم بود. شرطی بود که سالها پیش بسته بودیم و حالا نمیخواستم آن را بشکنم. پولک‌های گلی رنگ ناخن سبابش را روی دسته قوسدار صندلی میکشید و صدایش چندشم میشد. انگار که به دلم خنج بکشد. آب دهنم را نمیتوانستم قورت بدهم. لبهایم خشک شده بود و میسوخت. گفتم: من که خواب و بیدار خودم را نمیفهمم. چطور میخواهی خوابم را تعریف بکنم؟ نگران نباش. من میفهمم. آن گریه را خوب به خاطر دارم. آن را سالها زیر گوشم شنیده بودم. میبینی که نمیتوانی تفره بروی. حالا مثل آن وقتها که خوابهامان را برای هم تعریف میکردیم، همه را از سیر تا پیاز برایم بگو. طره موهایش را کنار زد و با سر و دست اشاره کرد که یعنی شروع کنم. از بالای قاب عینک نگاهش کردم. لبخند میزد. با سرانگشت‌ها روی دسته صندلی ضرب گرفته بود. گفتم: تو که میدانی من تو بیداری هم خواب میبینم. درست مثل حالا. منظورت چیست که میگویی درست مثل حالا؟ خودت همین حالا گفتی خواب و بیدارت را نمیفهمی. یک لحظه به خودم لرزیدم. باورم نشد که او را میبینم. انگار فاصله میان ما، میان تخت و صندلی که پشت به پنجره بود، بیشتر شده بود و من خیال کردم که صدایش را از دور دست میشنوم. گفتم: اما وقتی پای تو در میان باشد فرق میکند. پس پای من در میان است. خیال میکنم اگر تو نبودی خوابهایم نه رویا داشت نه بیداری. خواب خشک و خالی بود. عینه خواب مرگ. تو را که میبینم میفهمم که هنوز هستم. جای شکرش باقی است که مرا به جا میآوری. اما کداممان را؟ حتم با چشمهای گرد شده نگاهش میکردم. انگار راست میگفت که خواب و بیدار مرا میداند و از همه چیز سر در میآورد. شاید هم یک دستی میزد. نمیدانستم چه باید بگویم. من که نمیفهمم تو چه میگویی. خوب هم میفهمی. بعد گفت: خودت را به آن راه نزن. شرطمان را که یادت هست. اینقدر شرط نکن. تو داری به صداقت من توهین میکنی. لازم نیست صدایت را سرت بیاندازی. خیلی خوب. تو مرا اینجا روی این صندلی که جای ملوس خانومت هست میبینی. به قول خودت میبینی که هنوز هستم. اما تو هم باید بدانی که من با این چشمهایم هنوز چیزهایی میبینم و با گوشهایم شاید که سنگین شده باشند صداها را میشنوم. آن هم صداهایی را که سالها بهشان عادت کردم. حق با او بود. اما چه میتوانستم بگویم؟ شیشه شربتی را که روی پاتختی بود برداشتم و یک جرعه از آن خوردم. بیخ حلقم تلخ شد. انگشت حلقه اش را میمالید. خوب که نگاه کردم دیدم حلقه توی انگشتش نیست. صدایم را آوردم پایین و گفتم: اگر همه چیز را میبیند و میشنود و از خوابم هم بهتر از خودم سر در میآورد، دیگر چه چیزی را میخواهد بداند؟ جوابم را نداد. هنوز داشت انگشتش را میمالید. کمرم خشک شده بود. از آشپزخانه صدایی آمد. انگار کسی ظرفها را به هم میزد. سرش را پایین آورد و آرام گفت: آن وقتها گاهی از خودم میپرسیدم
چطور بعضی ها می توانند فقط با یک مشت خاطره سر کنند؟ بعد گفت اما بعدها فهمیدم پناه بردن به گذشته بیماری آدم‌هایی است که آینده‌ای ندارند. سر که بلند کرد دیدم پره‌های بینیش می‌لرزند. گفتم چطور می‌توانم تو را فراموش کنم؟ نگو که اشکم درآمد. دهنش را به خنده باز کرد اما جلوی خودش را گرفت. نمی‌خواستم خیال کند که دارم تعارف تیکه پاره می‌کنم. این بود که گفتم راستش گاهی وقتها از اینکه می‌بینم هستی باورم نمی‌شود. لب ورشید و رویش را برگرداند. چین‌های کیس افتاده دامن سیاهش را صاف کرد. برای آنکه دستکش را در کرده باشم گفتم یعنی چطور بگویم وقتی میبینم به یک جایی که نمیدانم کجاست زل میزنی و چیزی نمیگویی فکر میکنم لابد همش خواب و خیال است و اون وقت قصه‌ام میشود. وقتی نیستی با خودم میگویم لابد مهرت به من سرد شده. خیال میکردم این عادت را از سرت انداخته ای. چه عادتی؟ اینکه به هر دری میزنی تا دست پیش را بگیری. پناه بر خدا. من باید بگویم پناه بر خدا. خب بگو، من که جای تو را در پناهگاه لایزال خداوندی تنگ نمی کنم. من و الخیر هم که نیستم. آنچه که گفتی وضع حال من بود اما زبان خودت. خوشحالم که برای یک بار هم شده فهمیدم تو خیالت چه می‌گذرد. حالا از زبان خودت بگو. سراپا گوشم. از آشپزخانه با صدا آمد. انگار یک بطری روی زمین قل می‌خورد. صدای شکستن یک نلبکی یا پیش دستی هم آمد. چشم از او بر نمی داشتم. نمی خواستم خیال کند که دارم بازی در می آورم یا نمی خواهم سر درد و دلش را باز کند. باز صدای قل خوردن بطری آمد. گذاشت تا صدا خوابید. وقتی می بینم که چیزی نمی گویی یا موقع حرف زدن یک دفعه پلکایت روی هم می رود و خور و پفت بلند می شود به خودم می گویم باید تو را به حال خودت بگذارم. آن وقت راستش از آمدنم پشیمان می شوم و به خودم لعنت می فرستم. برای همین است که گاهی غیبت می زند و تا صدای گریم را توی خواب نشنوی پیدایت نمی شود. وقتی می بینم خودت اینطوری می خواهی آره، اما من اینطوری نمی خواهم. به حرف شاید، به حرف نیست. خودت می دانی که چراغ را برای تو روشن می گذارم. یک لحظه خاموش نگاهم کرد. از پشت پنجره صدای بچه‌ای یا زنی بلند شد. شاید هم صدای باد بود یا جیغ شب‌پره‌ای که از پشت شیشه می‌گذشت. گفت اما من فکر می‌کردم چراغ را می‌گذاری بسوزد تا ترست بریزد. ترس؟ ترس از چی؟ اینکه برق حرام شود؟ ترس از تنهایی. ها، شاید تو حق داری. من از خودم می‌ترسم. فقط وقتی تو اینجا هستی دیگران را حس نمی‌کنم. نمیدانم چند وقت است که این چراغ می‌سوزد. اما بار پیش که آمدم گفتی دم غروبی که میروی قدم بزنی آن را روشن میکنی. این مال مدت‌ها پیش است. نمیخواستم وقتی هوا تاریک به خانه برمیگردم چراغ خاموش باشد. نمیدانستم از تاریکی هم میترسی. هیچ چیز بدتر از این نیست که آدم از راه برسد و کلید بیاندازد و بعد چراغ خانه‌اش را خودش روشن کند. بعد گفتم وقتی چراغ روشن باشد خیال میکنم که تو هستی. آدم باید دلش روشن باشد. بی‌انصاف نباش. گردنش را مالید و آرام نفس کشید. تکیه‌اش را به پشتی صندلی داد و پلک‌هایش را روی هم گذاشت. چشمم به پاکت سیگار زیر ریشه های خرسک کنار پاتختی افتاد. خم شدم برش داشتم. فقط یکی تویش بود. کبریت که کشیدم لای پنجره را باز کرد. از توی کیفش آینه کوچکی درآورد و به خودش نگاه کرد و بعد آینه را توی کیفش گذاشت. باز هم که شروع کرده ای. وقتی بیخوابی به سرم میزند میکشم. خندید. سرش را پایین انداخت و به کفش های پاشنه سناریش نگاه کرد. گفت بهانه بدی نیست. به دکتر گفتم گاهی دودی میگیرم. با این خون مسموم و کبد خراب دیگر چه توفیری میکند؟ یعنی بهت اجازه دادی که بکشی؟ طبیب جماعت که همچون اجازه‌ای به بیمارش نمیدهد. آنها که فقط به فکر جسم بیمار هستند. من هم که این دو پاره استخوان را به زور میکشم. گفتم حالا که بیخوابی را از سرم میاندازد چرا نکشم؟ پنجه تیماجی کفش‌هایش را روی زمین گذاشت و خودش را به عقب یله داد و پایه قوسدار صندلی شروع کرد به جنبیدن.
گفت همیشه توی آستینم عذرهای تاق و جفت داشتم و بلد بودم بهانه‌های خوبی جور کنم. بعد خندید. دهنم بدجوری خشک شده بود. عینک را روی قوزک بینیم جابجا کردم. هر تکانی که می‌خورد چوب‌های زهوار در رفته صندلی به صدا در می‌آمد. عادت داشت پایش را روی پا بیاندازد. هیچ وقت ندیده بودم آن دامن را بپوشد. گفت این را شب عید همون سال خریدیم. شب عید و دامن سیاه؟ خودت گفتی این رنگش را بردارم. یادم نمی آمد. اگر می گفتم اوقاتش تلخ می شد. به سیگارم پک زدم. از همان مغازه یک پیراهن سفید هم برای خودت خریدی. من انتخاب کردم. یک چیزهایی یادم می آید. اما انگار شب عید سال آخر نبود. خیلی پیشتر بود. همون شب عید سال آخر بود. یک کمربند هم من برایت خریدم که قلابش برجسته کاری نقره داشت. یادم میآید وقتی برمیگشتیم باران گرفت و به اصرار من زیر باران قدم زدیم و تراخیص برگشتیم خانه. آی که چقدر غر زدی. و تمام عید من از سرمایی که خوردم یک کله افتادم. اتفاقا آن عید و زمستان آن سال تنها سالی بود که تو سرما نخوردی. دود توی گلویم شکست و به سرفه افتادم. پایه قوسدار صندلی همچنان می جنبید. سیگار را توی کاسه صدف دریایی که به جای زیر سیگاری از آن استفاده می کردم خاموش کردم. از ایوان صدای جیک جیک مرغ‌های عشق بلند شد. از لای پنجره نگاهی به ایوان انداخت. قفس را به گل میخی آویزان کرده بودم. گفت حیوانکی ها را از خواب پراندی. صدای از دیوار همسایه بلند شد. انگار کسی با مشت به دیوار میکوبید. بعد صدای ونگ بچه ای را شنیدیم. چرا شبها نمیآوریشان تو؟ وقتی چراغ روشن باشد خوابشان نمیبرد. آخر شب صبر میکنم بروند سر جایشان روی میله. بعد چراغ ایوان را خاموش میکنم و الا خودشان را شل و پل میکنند. تو تاریکی میله را پیدا نمیکنند. فقط آنجا خوابشان میبرد. چه بدقلق. باورم نمیشد از پسشان بر بیایی. یعنی خیال میکردی عرضه نگهداریشان را نداشته باشم؟ راستش فکر میکردم یک روزی یادت برود بهشان آب و دانه بدهی و حیوانها تلف شوند. شاید من برای بعضی کارها ساخته نشده باشم، اما این فینگیلی ها اگر آب و دانشان به راه نباشد یا جاشان پاکیزه نباشد علم شنگی راه میاندازند که آن سرش ناپیدا امان آدم را میبرند. پایش را روی زمین گذاشت و صندلی‌اش جنبیدن افتاد. اما وای به روزی که من زبانم میسوخت و یک چیزی میگفتم. زندگی را جهنم میکردی. بی‌انصاف نباش. بالش را پشتم گذاشتم. مهره های گردنم تیر میکشید. پتو را از روی پاهایم کنار زدم. پای راستم از پایین زانو گزگز میکرد. گفت او تنها کسی است که میتواند این حرفا را به من بزند. پس گوشهایم را باز کنم ببینم چه میگوید. وقتی دید نگاهش نمی کنم و به نقطه‌ای که نمیدانستم کجاست زل زدم گفت گوشهایت با من است؟ بگذار بهت بگویم که من چند روز و چند هفته و چند ماه با تو زندگی نکردم. 23 سال آزگار به پای تو سر کردم. آره 23 سال، یک عمر است. اما تو فقط همون 1-2 سال اول تا وقتی ساق و سلامت بودم با من زندگی کردی. بقیهش را با خیال من، آره با خیال من سر کردی، نه با خود من. فکرش را که میکنم میبینم زندگی خوبی که نبود هیچ، یک جهنم واقعی بود. زدم زیر خنده، اما انگار صدای خندم را نشنید یا وانمود کرد که نشنیده است. نمیخواستم لجش را در بیاورم. رویش را از من برگردانده بود. به میان چارچوب در نگاه میکرد. انگشت‌های بلند و کشیده‌اش را توی هم قلاب کرده بود. اگر حافظت یاری نمی‌کنه باید بهت بگم وقتی شیرینی ازدواجمان را خوردیم تو 23 سال و چند ماه از من بزرگتر بودی. آره 23 سال و چند ماه. همچین اختلاف کمی نیست. اما من به رویت نیاوردم. جنگیدم تا آن ازدواج سر گرفت چون انتخاب خودم بود. موقعی که تو را دیدم گفتم بخت به من رو کرده. صدایش گرفت و سینه‌اش را صاف کرد. پاچه شلوارم را تا زیر زانو ورمالیدم. مچ و ساقم ورم کرده بود. رگ‌های بنفش برآمده‌ام ذوق ذوق می‌کرد. آنچه را می‌گفت بارها شنیده بودم. بایست می‌گذاشتم بگوید. جوان بودم و تو هم خاطرم را می‌خواستی. زیر گوشم چیزهایی می‌گفتی
که هیچ وقت نشنیده بودم و هر چند بار هم که میگفتی باز دلم برای شنیدنشان غنج میزد. هنوز هم گاهی آن صداها را توی گوشم میشنوم. شرط میبندم کلمه‌ای از آن حرفها یادت نمونده. بی خود میگفت. همه را از بر بودم. توی خوابهایم تنها چیزی که میشنیدم همان کلمات بود. داشت با منگوله های ریشه شالگردن مخمل کرکیش بازی میکرد. چرخیدم و به کمک دستها پاهایم را روی زمین گذاشتم. اول پای راستم و بعد پای چپم را. هر سال که میگذشت در نظر تو این فقط من بودم که پیر میشدم و وا میرفتم. هر کاری لازم بود، هر کاری میخواستی میکردم که به نظرت همان باشم که بودم. اما تو، به خودم، به موهام که یک تار سیاه نداشت، به پشتم که قوز درآورده بود نگاه نمیکردم. شاید تقصیر خودم بود. تو تنها زن زندگیم بودی. سگی از دور پارس میکرد. هر لحظه صدایش نزدیکتر میشد. گفت حالا که فکرش رو میکنم میبینم تو از خیلی پیشترها هم خیال میکردی من مردم. از وقتی که هنوز پا به میانسالی نگذاشته بودم. این یک جور خیانت بود. اما من هیچ وقت به تو خیانت نکردم. تو با کتابهات خوشتر بودی تا با من. میخواستی یکی از زنهای توی کتابهات باشم. تو داری در حق من، در حق خودت، در حق سالهایی که به پای هم سر کردیم بی‌انصافی میکنی. چشمهایش آب افتاده بود. میدانستم حالا چه میگوید. اینکه جوانی کسی را به جای خودش بگیرند اسمش چیست؟ حتی اگر اینجور باشد که میگویی، یعنی تو را به جای خودت گرفته باشم، باز خیانتی نکردم. صورتش را با دستهایش پوشاند. همیشه به همین جا میرسید. گفتم من هیچ وقت خیال نکردم که تو نیستی. حتی وقتی که از آن مریضی بی پیر پوست و استخوان شده بودی و دیگر مویی به سرت نمانده بود و آنچه بعدش پیش آمد کرد و رفتی، مرا برای همیشه تنها گذاشتی، پیش خودم همچو خیالی نکردم. اگر به زبان نمی آوردی ملاحظه‌ام را می کردی. هیچ وقت آن چیزهایی را که باید بگویی نمی گفتی. اما توی خواب، فقط توی خواب می شنیدم که حرف دلت را می زنی. توهین بالاتر از این نمی شد. دستهایش را که برداشت دیدم چشمهایش برق می زنند. دستمال سفیدی از کیفش درآورد. این ناخوشی است که توهین به آدمی زاد است. من نمیدانم تقاص چی را باید پس بدهم. اگر آن آدمی که تو میگویی بودم، حالا وضع و حالم غیر از این بود. شبها دم به دم چشم باز نمی کردم تا بلکه تو را روی این صندلی ببینم. توی دستمال فین کرد و گفت اگر پای رفتن داشتی، اگر مثل آن وقتها جان توی بدنت بود، 1 ساعت هم توی این خانه بند نمی شدی. از سال دوم به بعد شبها چشمم به در سفید می شد تا برگردی. هر شب که توی آینه به خودم نگاه می کردم می دیدم 1 تار مویم سفید شده. آن اولها شبی 1 تار سفید می دیدم. اما بعدها 2 تا و 3 تا هم دیدم و بعد دیگر از دستم در رفت. فرق سرم و پای گوشهام چنگ چنگ سفید شده بود تا اینکه یکی از آن صبحها که شبش به خانه نیامده بودی توی آینه مادرم را به جای خودم دیدم با موهایی که 1 تیغ سفید شده بود. میدانی بعدش تو چه بهم گفتی؟ گفتم دیگر همسر شده ایم. خندیدم و او باز توی دستمالش فین کرد. صدای پارس سگ از پشت در خانه می آمد. مرغ‌های عشق بال و پر می زدند. گفتم یک چیز را می دانی، تو خیلی زود عوض شدی. تو زودتر از من عوض شدی. پیش خودم فکر می کردم، بی خود خیال می کردم که تو را می شناسم. از خانه همسایه صدای زنگ ساعت بلند شد. قرص ناتمام ماه را توی جام پنجره می دیدم. صدای سگ برید. لای پنجره را بست. دندان کرسیم تیر می کشید. گفتم حلقت را توی انگشتت نمی بینم. دست چپش را بالا آورد. سوی چشمت کمتر شده. بعد گفت یادت باشد که چیزی نگفتی. اکه هی، مدتها بود که انقدر حرف نزده بودم. آن همه زبان ریختی که نگویی آن گریه برای چه بود؟ خیال میکنم گفتم. دهنش را باز کرد. انگار که بخواهد بگوید نگفتی، اما نگفت. زبانم آنقدر خوش شده بود که توی دهنم نمیگشت. گفتم خیلی خوب. برای اون بود که میدیدم همه چیز دارد جلوی چشمهایم تمام میشود، بیان که کاری از دستم ساخته باشد.
آنچه تو شنیده‌ای گریه نبود، بغضی بود که بی اختیار بترکد. دیگر نمیتوانستم چیزی بگویم. توی گلویم چیزی گلوله شده بود که به سختی میتوانستم آب دهنم را قورت بدهم. نمیدانم چه مدت در سکوت گذشت. چشمهایم را بستم. بوی خنک گل میخک توی بینیم پیچید. چوب‌های صندلی صدا می‌کرد. حس کردم پا شده است. صدایش را نزدیک به خودم شنیدم. برایت مقداری کباب شامی آوردم با سبزی و تربچه نقلی و زیتون. یخچالت بو گرفته. یخدانش از زیادی برفک بسته نمی شود. صدایش مثل وقتی بود که او را توی خواب می دیدم. به همان جوانی و سرزندگی. خواستم بگویم فردا از برق می کشمش و تمیزش می کنم. شاید هم گفته بودم. این را هفته پیش و هفته پیشتر هم گفتی. خواستم بگویم این چیزها چه خوب یادت میماند که گفت ما زنها برای همین ساخته شده ایم. شما مردها هم که بدتان نمیآید. از این بابت هیچ فرقی میانتان نیست. اگر شما را به حال خودتان بگذارند برمیگردید توی غار. میدیدم که با چشمهای مه گرفته دارد لبخند میزند. دستش را جلوی دهنش نگرفته بود. وقتی میخندید دلم روشن میشد. این یکی را راست گفتی. میخ گلویم میخارید. به سرفه افتادم. از شکاف پنجره بوی خاک نمزده می آمد. شنیدم که گفت بوی باران است. کاش میبارید. مدتها بود که صبحها از پشت پنجره کوه را نمیدیدم. وقتی هوا گرفته و غبارآلود باشد دلم نمیخواهد پرده را کنار بزنم. نرمای انگشتش را روی گونه‌ام حس کردم. گذاشتمش آرام بکشدش پایین تا گوشه لبها. گرفت. میشنوی؟ شنیدم. روی قرنیز حلبی پنجره میبارید. خواستم بگویم میتواند چتر مرا از توی اشکاف بردارد، اما بیفایده بود. دست به وسایل من نمیزد. تعارف کردن هم فقط حرف بود. نمیتوانست بماند. شنیدم که خندید. انگار فکرم را خوانده باشد. بعد دیگر صدایش قطع شد. لازم نبود پلکایم را باز کنم. دست دراز کردم و چوبها را از سکنج دیوار برداشتم و پا شدم. چوبها زیر بغل همانطور با چشمهای بسته پاکشان به طرف آشپزخانه رفتم. ضربه چوبها که سرشان را لته پیچ کرده بودم خفه بود. کلید چراغ را نزدم. صدای سوسک‌ها را که روی بشقاب‌های نشسته توی سینی ظرفشویی وول می‌خوردند می‌شنیدم. در یخچال را باز کردم و از بطری چند جرعه آب خوردم و با تک زبان لبهایم را خیس کردم. یک لحظه برق فسفوری را پشت پلک‌هایم حس کردم و بعد شیشه پنجره‌ها از غرش رعد لرزید. به اتاق که برگشتم دلم می‌تپید. دو دستم را به باعوی در گرفتم، با صدای بلند بو کشیدم. هنوز هستی؟ با تو هم. آهای صاحبخانه. میدانستم که میشنود. هیچ وقت خیال نکردم که در این سالها نبوده است. حتی وقتی که آن خرچنگ با زره شاخی خود و چنگالهایش در اندرون او پنجه انداخته بود و زیر نگاهم هر روز بیشتر از پا می انداختتش. بعدش هم وقتی که کار از کار گذشت باورم نشد دیگر نباشد. گفتم ای خاتون، هیچ کس طبعش ور نمی دارد کم و زیاد بهش بگویند. اما تو هر چه سر زبانت بیاید میگویی. میترسی توی خواب کسی از راه به درم کند؟ کی جگرش را دارد که پیری عتیقت را قر بزند؟ هر چرا ندانی این یکی را خوب میدانی که من هرگز سیاه دنبال هوسچرانی نبودم. یعنی هیچ وقت لازمش نداشتم. چشمهایم را باز کردم. دیدم روی تخت نشستم و حق گریه تمام جانم را میلرزاند. رعد باز غرید. چراغ خاموش و بعد روشن شد. تکه‌ای از حباب ترک برداشت و به زمین افتاد. دیدم گربه روی صندلی گهواره‌ای نشسته و با انگورک‌های چشمهایش که کبود میزد دارد نگاهم می‌کند. دم سیاهش از لبه صندلی آویزان بود و آرام تکان می‌خورد. صحت خواب همخانه. خوره‌ای کشید و دندان نشان داد. ها چیه؟ وقتی میای بهت بر میخوره، میری تو آشپزخونه ظرف و ظروف‌ها رو به هم میزنی. نوری پشت جام پنجره درخشید. نگاهی به ساعت انداختم.
از 5 صبح گذشته بود. بیان که چراغ را خاموش کنم و روی تخت دراز کشیدم. بعد از خروسخانه اول رفتم زیر پتو و چشمهایم را بستم. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avogabooth.com